لا و نالایه اگه صحبت تمام شد بگم. باشه اوکی. سلام به همه. من دکتر مولا حسنی هستم، داروساز داروخانه آنلاین زیوش. امروز میخوایم راجع به یه موضوع بسیار مهم با هم دیگه صحبت کنیم، ویروس HPV. ما توی کمپین اخیرمون که توی سوشال مدیای X یا همون توییتر سابق گذاشته بودیم، ازتون خواسته بودیم که هر چی سوال راجع به HPV دارین بپرسین. الان اینجاییم تا دونه دونه به همشون جواب بدیم. بریم برای سوال اول. خب ایکس هلیا پرسیده که میشه با زبان ساده از ضرورت واکسن گارداسیل بگین طوری که همه متوجه شن و اینقدر بهش گارد نگیرن. ایموجی و ایموجی گریه. برای هلیا و سایر افرادی که نسبت به این واکسن گارد دارن، گارداسیل یک واکسن پیشگیریه که تا حد خیلی زیادی میتونه جلوی ویروس HPV رو بگیره. ویروسی که به سادگی متاسفانه ممکنه باعث سرطان دهانه رحم، سرطان مقعد، سرطان گلو و دهان بشه. پس هلیا جان، این واکسن نه نشونه بی اخلاقیه، نه نمایش دهنده یه سبک زندگی خاص. مثل کمربند ایمنی میمونه، قبل تصادف به درد میخوره، بعدش دیگه فایده ای نداره. خب تینا آندرلاین سی آی پرسیده که با آزمایش خون میشه فهمید مبتلا به HPV شدیم یا باید آزمایش جداگانه داد؟ ببین تینا جان، تشخیص قطعی HPV فقط با تست HPV DNA و پاپ اسمیر ممکنه. آزمایش خون ممکنه بتونه که یه سری مشکلات و یا عفونتی که داخل خونمون وجود داره رو تشخیص بده، اما خب به هیچ عنوان نمیتونه HPV رو تشخیص بده. در نتیجه باید حتما نمونه برداری بشه و همین تستی که خدمتتون گفتم گرفته بشه. هاو پپر پرسیده که ممکنه کسی HPV داشته باشه ولی هیچ وقت تا آخر عمرش هیچ علامتی نشون نده. ببین پپر جون، بیشتر عفونت‌های HPV اصلا علامتی ندارن و ممکنه فرد تا آخر عمرش متوجه نشه که مبتلا شده. اون نوعایی که کم خطرن معمولاً موجب زیگیل تناسلی میشن و نوعایی که پرخطرن یا هیچ علامتی ندارن و یا که خیلی کمتر اتفاق میفته ولی خیلی خطرناکه، ممکنه باعث ایجاد سرطان بشن. پس بیشتر عفونت‌های HPV معمولاً هیچ علامتی از خودشون نشون نمیدن. بریم سوال بعدی. آیدای شاملو گفته اگه مطمئن باشیم که از راه رابطه جنسی نمیگیریمش، ترک پارتنری و این حرفا، خطر دیگه ای تهدیدمون میکنه، راه انتقال دیگه ای وجود داره؟ بسیار سوال خوبی پرسیده آیدای شاملو. این سوال بیشترین تکرار رو از بین سوالایی که پرسیدید داشته. در رابطه‌های تک پارتنری ممکنه که پارتنرتون ناقل بدون علامت باشه. ممکنه که قبل از اینکه این رابطه رو با شما شروع بکنه در معرض این ویروس قرار گرفته بوده و تا الان علامتش رو پنهون کرده بوده، یا توی رابطه جنسی که داشتین به شما انتقال داده و اینکه ویروس خب به هر حال میتونه سالها بدون علامت باقی بمونه. پس یه مسئله‌ای که معمولاً خب خیلی گریبانگیر زوج‌ها میشه، متاسفانه زمانی که یک نفر یا هر دو به HPV منتقل میشن مدام توی یک رفت و برگشتی قرار میگیرن و جدال و جنجال از اونجا شروع میشه، در صورتی که ممکنه برای رابطه‌های قبل از اون در واقع رابطه باشه و خیلی سالیان قبل اتفاق افتاده باشه، نمیشه به همون رابطه نسبتش داد. پس حتی در رابطه‌های به ظاهر امن ریسک صفر نیست، به همین دلیله که باید حتما واکسن رو بزنید. بریم سوال بعدی. اولا ببخشید واقعا اسمتون بعضی خیلی سخته. اولاس پرسیده که گارداسیل 3.9 گانه جلوی 9.3 تایپ پرخطر رو میگیره، بقیه‌شون چی پس؟ اگه منظور گارداسیل 9 گانه جلوی 9 تا ساب تایپ پرخطر رو میگیره، بله اون اشعار رو نمیدونم، شاید من دارم بد میخونم، ولی گارداسیل 9 گانه بله درسته جلوی 9 تا ساب تایپ رو میگیره و 4 گانه 4 تا ساب تایپ. اینا مهمترین و خطرناکترین ساب تایپ های HPV هستن که معمولا باعث ایجاد سرطان یا زیگیل تناسلی میشن. باقیشون معمولا خطر جدی ندارن و ظرف مدت 1-2 سال بدن باهاش مقابله میکنه و ممکنه که کاملا بدون علامت بمونه و تموم شه. پس بله جلوی 9 تا ساب تایپ رو میگیره و باقیشون خطر جدی ندارن. نازنین پرسیده که چکاپ هر چند وقت یه بار هست،
اگه منظور چکاپ مربوط به HPV برای خانوما از سنین 21 تا 29 سالگی هر 3 سال یک بار پاپ اسمیر پیشنهاد میشه. در سنین بالاتر یعنی از 30 تا 65 سالگی ممکنه یکی از این دو راه پیشنهاد بشه. یک، هر 5 سال یک بار HPV DNA به اضافه پاپ اسمیر انجام بدین، یا هر 3 سال یک بار پاپ اسمیر انجام بدین. بالای این در واقع سن که 65 سالگی میشه معمولا نیاز به تست نداره دیگه. هر 3 سال یک بار پاپ اسمیر برای شما که به نظر 21 تا 29 سالته. اگه بالای 29 هر 5 سال HPV DNA به اضافه پاپ اسمیر. بریم سوال بعدی. گیلدا خانم پرسیده که مگه HPV باعث به وجود اومدن سرطان دهانه رحم نمیشه؟ چرا میشه؟ پس چرا مردها هم باید واکسن HPV بزنن؟ ببینید HPV فقط مشکل خانوما نیستش. به جز این قضیه که آقایون ممکنه ناقل باشن، همچنین ممکنه که دچار در واقع زگیل تناسلی بشن، دچار سرطان آلت تناسلی بشن، سرطان مقعد، سرطان گلو و دهان. اینا هم برای آقایان صدق میکنه. گیلدا خانم، واکسن هم به خودتون و هم به شریکتون کمک میکنه. هاوین N7 پرسیده هر بار کلمه HPV رو میبینم یاد یه خاطره میافتم. دوستم چند سال با پسری در رابطه بود که از نظر ما آدم درستی نبود. یه روز وسط صحبت تئوری خال گفت علی نزدیک 100 تا خال زیر شکمش داره که بعداً فهمیدیم خال نبودن. میشه توضیح هم بدید ویروس HPV چه شکلیه و چطوری خودشون نشون میده؟ هاوین جان، ضایعات HPV رو اگر بخوایم توصیف بکنیم، یه سری برجستگی‌های کوچیک، گوشتی و یه جورایی شبیه گلی کلم میشه که از نظر رنگش، از رنگ صورتی تا قهوه‌ای روشن میتونه متفاوت باشه و بیشتر رنگ پوست میشه در واقع. پس ضایعات برجسته گوشتی و کوچیک، رنگ صورتی تا قهوه‌ای روشن. دکتر مورفین پرسیده که با کاندوم منتقل میشه یا نه؟ چطوری وقتی تماس مستقیم پوست نیست میتونه منتقل بشه؟ ببین دکتر جان، کاندوم خطر ابتلا به HPV رو خیلی کاهش میده، اما 100% محافظت نمیکنه. چون در واقع پوست اطراف آلت تناسلی که توسط کاندوم پوشیده شده، مثل بیضه ها یا جلوی واژن، به هر حال اونا هم میتونن باعث انتقال این ویروس بشن و در نتیجه پروتکت کامل اتفاق نمیفته. کاندوم خطر HPV رو کاهش میده، اما 100% نیست. علیرضای طلایی 6 گفته با استخر رفتن ممکنه HPV بگیریم. یکی از رفیقام سرویس کرده، از اول تابستون بهش میگم بریم استخر، میگه نمیام HPV میگیرم. علیرضا جان، HPV عمدتاً از طریق تماس پوست آلت تناسلی منتقل میشه و از طریق اشیاء بیجان یا مثلا آب امکان انتقال تقریباً صفره. قطعی نیست اما تقریباً صفره، چون ویروس خارج بدن دوام زیادی نداره. البته که این موضوع در دست بررسیه و مقالات دارن راجبش تحقیق میکنن، اما خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که از طریق اشیاء بیجان یا آب امکان سرایت باشه. در نتیجه نه، تقریباً غیر ممکنه و فقط از طریق تماس پوستی. شاهان پارس ملقب به محمد آریایی گفته فقط کپسول آمریکایی گیاهی تونست خوبم بکنه به نام AHCC. ببین علیرضا جان، AHCC یا همون Active Hexose Correlated Compound هگزوز فعال مشتق شده از قارچ شیتاکه است. یعنی از هم قارچ شیتاکه معروفی که شنیدیم برای تقویت سیستم ایمنی این ترکیب استخراج میشه. جالب بدونید داخل ایران هم یه سری مکمل خیلی خوب وجود داره که داخلش یا شیتاکه است یا همون عصاره فعالش که میشه AHCC. پاورفیت که احتمالاً خیلی شنیدین و خیلی هم جدیداً کمیاب شده، در واقع داخلش شیتاکه داره، مثل پلانتای شیتاکه که کپسولی هستش که داخلش قارچ شیتاکه به کار رفته. اما خب هگزایم و نواکسا ترکیب AHCC داخلشون هستش و نواکسا هم که تولید شرکت عبیدی هست که به تازگی در واقع روونه بازار شده. اینا مکملات خیلی خوبی هستن که برای درمان HPV در حال حاضر هم استفاده میشن، هم پزشکا تجویز میکنن. پس مکمل AHCC در ایران هم البته به سختی پیدا میشه.
اینا پرتکرارترین و مهمترین سوالا بود که توی این مدت وقت میشد بهشون جواب بدیم. اگه شما هنوز سوالی براتون باقی مونده همینجا برامون کامنت بکنین تا جوابش رو بگیرین. خواهش هم اینه که اگر ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و منتظر اپیزودهای بعدی باشین که قرار موضوعات مهمتری رو هم به بحث بذاریم. مرسی از اینکه همراه ما بودیم. ویروس HPV دسیبلش رو تو نه نرفت کارم این چرا عبدالمطلب نداره اونم خیلی سخت بچه باید همشون برو برای نگار نگارش دعوتیم از همینو درا بخوریم یه ما مسابقه بذاریم تسک ابدی آزمایش آن به هیچ وجه. دکتر مولسانی هستم، از ما اومدم. تینا جان تشخیص جدید تشخیص جدید اون دیدی؟ تشخیص قطعی HPV فقط با HPV نزدم. HPV خودت زود Human Bacteriology. HPV جان تشخیص جدید تینا ببین HPV جان پپر جون الو پپر الو پپر ببین پپر جون بیشتر عفونت‌های نمیدونی اینو گفتن چی تفاهم نیست تو دکتر دارسازی نمیگیریمش تک پارتنری و این هبل سودش حقوق فلان نمونه که خودم حتی در رابطه‌های تک پارتنری ترک پارتنر تک پارتنری در واقع همون وانلایته تک پارتنری تک پارتنری عوضی با مزه به پس دکتر مورفین ارادت دکتر برس خودش کرینج کرد خودش ولی اتفاق نمیفته. پس یه بال زدم وسطش بودم نخندی گرمه رو نخندی در نتیجه نه به به زوزه